اگر شما یک سامورای کارکشته و قدیمی بودین و در دنیای امروزی به عنوان یک بچه تناسخ پیدا کردین و یا یه دختر زیبا و ساده بودین و همچنان هم یه دختر زیبا و ساده هستین، این ویدیو برای شماه. دست نگه دارید، معلومه که اونا بهترن. چیزای مدل مختلف. آمینو، البته نه هر آمینویی، آمینوی زیرو انرژی ترک. همونطور که ندیدین تو قسمت قبل ما راجع به پری ورکاوت و ترک صحبت کردیم که پمپ خوبی بهمون میداد. تو این قسمت می‌خوایم راجع به EAA و فوایدش صحبت کنیم. EAA متشکل از 9 آمینو اسیدی که بدن نمیتونه بسازه و فقط میتونه از غذا مکمل جذبش کنه. برای تمامی ورزشکارا چه تو دوره کات چه تو دوره حج مناسبه، ولی اگه از پروتئین وی استفاده میکنین شما تقریبا بهش نیازی ندارین، چون آمینو اسیدها ذرات تشکیل دهنده پروتئین هستن. البته تحقیقات جدید نشون داده که دوز مناسبی از EAA میتونه سنتز پروتئین بالاتری نسبت به پروتئین های بی‌کیفیت و دم دستی داشته باشه. پس همین باعث میشه گزینه خیلی اقتصادی تری باشه نسبت به وی های امروزی. البته آمینوی ترک یا آمینوی معمولی نیست، دارای کراتین، عصاره چای سبز، کافئین و چیزهای دیگه است. پس این مکمل بهشتیه. EAA BCAA نیست و 100% از BCAA بهتره EAA قبل تمرین یا حین تمرین مصرفش کنید. دوز موثر EAA از 2 تا 20 گرمه، ولی برای اینکه ورشکسته نشید 5 تا 10 گرم واقعا جوابه. من خودم 5 رو پیشنهاد میکنم. ثابت نشده ولی مثل اینکه باعث میشه سنتز پروتئین بیشتری نسبت به غذای عادی و وی داشته باشید. بریم روز 2. این دفعه یه اسکوپ پمپ پمپش یکم اذیت میکنه. خب یه اسکوپ پمپ میریزیم، یکم نرم تره، مثلا بافتش فرق میکنه. تمرین هندونه. امروز تمرین جلو بازو پشت بازو داریم. شیکش هم که میبینید خیلی خوش رنگ و قبلی هم خوشتم بود، اینم مسلما خوشتم. خب این چلو رو قبل تمرین، بعد تمرین بریم دوباره بگیریم ببینیم چند میشه. فیلمو گرفت قطع فیگور نمیخواد بگیری؟ فیگور دپرشن آره با فانک تمرین میکنه.
Are you sure? 44 45 44 دوستان این ویدیو رو لایک نکنید من آدم‌های فیلمبردار می‌کشم. نتیجه گیری نسبت به روز یک من ثبات انرژی بیشتری داشتم و با اینکه من تو اون روزی که داشتم تمرین کردم خیلی سرحال نبودم و یکم ناشتا بودم میشه گفت، انرژی بیشتری داشتم و میتونستم وزنهای سنگین‌تری جابجا کنم. با این حال احساس میکنم که بیشترش تلقینه، ولی خب همه میدونیم که آمینو باعث ریکاوری، استقامت و چیزهای دیگه میشه. پس من نسبت به روز یک خیلی موافق ترم باشم. امیدوارم از دیدن این ویدیو لذت برده باشین. برای دیدن ویدیوهای بیشتر چنل رو ساب کنید و با لایک و کامنت از ما حمایت کنید. تا دیدار دیگر، بدرود.